ببین تمام اون رفتارهایی که شما با خداوند دارید، خداوند به شکل یک انسان دیگه حلول پیدا میکنه. این آیه قرآن ها تو سوره آل عمران نوشته شده. خداوند به شکل یک انسان دیگه تو زندگی شما حلول پیدا میکنه تا خود شما رو به شما نشون بده. تو عهد میبندی با خدا، انجام نمیدی، اطرافت پر میشه از آدمای خیانتکار. تو بدقولی میکنی به خداوند، اطرافت پر میشه از آدمای بدقول. حالا برخلاف اون چیزی که همه فکر میکنن، خداوند خیلی مظلومه. یعنی انگار ما در حق خداوند خیلی موقع بچه ظلم میکنیم. هر مظلومی هم یک مختاری داره. جایتون نه.